روزهای 9 و 10 ایول در شهر ژنو کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد وضع حقوق بشر در تاجیکستان و آزادی‌های شهروندی در این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داد. هیئت تاجیکستان زیر رهبری وزیر عدلیه رستم مینگلیف گزارش دوم دوره‌ای دولت تاجیکستان در رابطه با اجرای پیمان بین المللی حقوق شهروندی و سیاسی را پیشکش اعضای کمیته نموده به سوالهای آنها جواب داد. هیئت تاجیکستان از اقدامهای حکومت در رابطه با تحقیق حوادث خاروق در تابستان سال گذشته، بازداشت زید سعیدوف، منع فعالیت یک عده سازمانهای غیر دولتی، همچنان منع حجاب پوشی در مکتبها، بعض فشار روی مسلمانان و پیروان دیگر رویه ها و مذهب ها پاسخ داده از اقدام های حکومت دفاع نمودند. در صحبت امروزه ما استادان علم حقوق خانم آینیحال بابانظرова و شاکرجان حکیمov را دعوت کرده ایم و با آنها تبادل نظر خواهیم کرد. بینندگان و شنوندگان عزیز، مهمانان محترم، به گفتار امروزه خوش آمدید. من اسکندر خواجه میرزاده هستم که دوام 2 روز بحث ها در سازمان ملل متحد را پیگیری کردم و به نظر من جانب ها طور عمل کردند که هم لعل به دست آید و هم یار نرنجد. شما در این باره چی نظر دارید؟ شروع کنیم از شما خانم آینیحال بابانظرова. اون چیزی که در اونجا شد، من فکر میکنم که این چیزی نو نیست برای ما. پرابلم هایی که برداشته شد، این پرابلم ها هر وقت در واسطه اخبار از طرف تشکیلات های غیر دولتی و میان گذاشته می شوند، اما افسوس که اونها حل خود را نمی روند. و اگر من از اون مسائلی که گذاشته شد قریب 16-17 مسئله، من فکر میکنم که نصف همین رو حتی ممکن در تاجیکستان حل کردن ممکن بود. ضروریتی در اون تشکیلات این چیزها رو حتی گزارش هم لازم نبود. مثلا این تشکیلات غیر دولتی امپارو او رو معلوم است که او رو برهم دادن و چیزی جدی نبود برای برهم کنی. عموما مسائل زیادی هست که امبودسمن میتوانست این رو حل کند و خود حکومت این رو باید حل کند. شما در این باره چی میگویید شاکرجان حکیمov؟ امپارو کوشش میکرد که بیشتر توجه شهروندان تاجیکستان رو به مشکلات در رابطه با ارتش و دعوت به ارتش، اینچنین فساد و دیگر عوامل و پدیده های نامطلوب که وجود دارد جلب کند و این باعث نگرانی وزارت مدافع تاجیکستان شد، چون معلوم است که کمیسریت حربی در تابعیت مأموری این وزارت قرار دارد و در موافقه با مأموریت ریاست جمهور، چون که این گونه عملها در شرایط تاجیکستان بدون موافقه در سطح معین به عملی نمی شوند. در بحث سازمان ملل متحد سوالهای زیاد در مورد بازداشت زید سعیدوف هم مطرح شدند. در این باره چی میگویید شما؟ من که همچون حقوقشناس در وسایل اخبار روز دوم فکرم را گفتم، یعنی که پیش از ما گپ در سر اون است که ما حقوق نداریم تاثیر کنیم بر اون تفتیشاتی که می رود، اما از ساعت‌های اول که او را بازداشت کردن حقوق‌های کانستیتوسیونی او ویران شد. یکم او دپوتات بود و هیچ نفر حقوق نداشت که وی را به حبس بگیرد یا بازداشت کند. و این یک. دوم وقتی که وی را بدتر اما سیاسی شهری دپوتات‌ها دعوت کرده شد به اشتراک وی، اساساً باید اون دعوت کرده میشد، سوال و جواب میشد، بعد این قرار قبول کرده میشد و از ساعت اول باید یعنی که ادوکات رو میگذاشتن به اونجا. و غیر از این ببینید که چقدر سالهای زیاد شد و امروز میگن که مثلا جورایف این گپ رو گفته است. ببینید که چقدر سال گذشت. جورایف روز میتواند نسبت من هم این رو بگوید، این معنای ما رو ندارد که مثلا این شخص جنایت کردن یا که زید سعیدوف جنایت کرده است، چون که قانون طلب میکند که برای که شخص رو به پوری گناهکار کنی اونجا 1 2 3 چیزهایی هست که باید به نظر گرفته شوند و این چیزها همه به نظر گرفته نشده است. یعنی که حقوق‌های کنستیتوسیونی زید سعیدوف ویران کرده شده است و چرا پیش از انتخابات، اونجا هم سوال همین بود، چرا پیش از انتخابات پرزیدنتی، چرا اینقدر سال از این چیزها
اونها یعنی که مگر نمیدونستند و غیره و غیره، اگر در حقیقت زید سیدوف همین فرو کرده بود و این هر یک نفر رو به فکر خودم بکشد که ممکن این یک سپورشی است، باید نخواهید همین چیز به فکر شما میگوید. چیزی دیگر سوالی که شما گذاشتید اویدی مگر شرط است که این چیزها در اونجا همین مثلا شروع آورده شود. گپ در سر آن است که ببینید یگان مراتبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان با تشکیلات‌های غیر دولتی خصوصا با اونهایی که حامی حقوق انسان هستند و نخورده است و حتی اون مجلس‌هایی که میشود یگان نفر دعوت کرده نمیشوند، حالا که مقصد ما هم کمک به همین حکومت است که ما چیکار بکنیم که در تاجیکستان قانون‌ها عملی شود، مردم برابر باشند، قانون برای همه باشد. ببینید که یگان بار دعوت نشده است. این یک ما یک اینستیتوت تشکیل کردیم با نام اومبودسمن و از این خیلی فکر میکردیم که مسئله ها خیلی حل میشود، اما ببینید که اون مسئله های مهمی که امروز در جامعه به وجود می آید اومبودسمن خاموش است. یک سوال دیگر و خیلی هم به فکر من مهم که در جلسه شورای حقوق بشر کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد صدا داد این بود که کمیته امور دینی تاجیکستان از یک طرف هم نهاد دولتی مشورتی است که به دینداران مشورت میدهد چیکار کنند و هم از طرف دیگر نهاد اجرایی است که دستور میدهد و نظارت میکند اجرای همون دستورهای دینی را. یعنی که فونکسیه ها وظیفه های این نهاد خیلی بیشتر از یک نهاد دولتی است، هم اجرایی است و هم قانونگذار. شما به همین نقطه نظری اعضای کمیته سازمان ملل چی بها میدهید؟ اصلا موافق مقصد می بود که در شرایط تاجیکستان با در نظر داشت تجربه مملکت‌های خارجی و این چنین تا حتی یک چیزی مقدس سفر به حج را وقتی که به مناسبت‌های کورپسیونی تبدیل دادیم، بسیار صلاحیت و وکالت‌ها را به شورای اسلامی تیم و همزمان ضرورت و وقتی برقرار نمودن مفتیات نیز رسیده است. اگر به تاریخ مسئله متوجه شویم معلوم است که آغاز سالهای 90 بعضی خادمان دین گویا فعال بودند و توانستند که مؤسسه های دینی و سازمان های آنها را با هدف های سیاسی استفاده برند، ولی به نظر من مقامات امنیتی و دیگر ساختارهای دولتی امکانیت و شرایطی تحت نظارت گرفتن فعالیت مؤسسه ها و سازمان های دینی را در تاجیکستان به خصوص دارد و از این خاطر موافق مقصد می بود که با جلب عالمان ساحه دین نوابسته از اعتقاد دینشان و منسوبیت حزبشان مسئله های انتخاب، جابجاگذاری کادرها، تعیین امام خطیب‌ها و غیره را به دوش مفتیات در شکل برقرار کردن آن بسپارند. و دوم دولت ما ماهیتش با برابری دموکراسی یگانه اینچنین اجتماعی دنیوی نیز می باشد و در نتیجه ملاقات اخیران ریاست جمهوری تاجیکستان به وزیر مالیه دستور شد تا که زمینه را آماده کند و من بعد امام خطیب ها مزد گیرند. اصلا یکی از استراتژی ماهیت دولتی دنیوی در آن است که مکتب از مسجد جدا و مسجد از دولت، دین از دولت جدا شده نمیتواند، چون اون جزء خیلی مهم هستی ملی و فرهنگ و تمدن هر ملت نیز است. اما با در نظر داشتی معیارهای مربوطه قانونگذاری جمهوری تاجیکستان معلوم است که مسجدهای 5 وقته و دیگر نمودهای مسجدها شکل حقوقی گرفتند، آیین‌نامه دارند و به خصوص امام خطیب‌ها وکالتی تصدیق کردن بودجه ساختار و غیره را نیز دارند. از این خاطر اینجا نیز اصول یک بام و دو هوا مورد عمل شد و موافق مقصد می بود که دادگاه قانون اساسی یعنی سود کنستیتوسیونی مسئله را ماهیتاً با تشبث خود بررسی کند و اصول تجزیه حاکمیت دولتی را که از ماده 9 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان برمی آید تطبیق کند. در مورد کمیته دین همین را باید گفت که وکالت و صلاحیت آن را باید خیلی محدود کرد و بیشتر تشبث را به همون
اداره که با نام قاضیات قبلا زمانی شورای بود و امروز شاید در شکل مفتیات باشد، شورای علمای اسلامی. شورای علمای اسلامی نیست، اصلا یک ساختار دولتی شده است و ضمن سندهای مربوطه در موافقه با مقامات امنیتی و رئیسان شهر و ناحیه ها امام خطیب ها رو به کار تعیین میکنند که این اصلا نادرست است و دخالت کردن به کار دیندارا هست. یعنی حد رو باید نگاه داشت. یا هر مقاله یا ادبیات دینی که نشر میشد باید از چنزور گذرد، با وجود آنکه چنزور را کنستیتوسیه منع است. خانم بابا نظر و شما گفتید که شما نمیخواهید امام خطیب از حساب شما معاش گیرد، یعنی شما هم در این مورد یک نظری خاص دارید؟ که ما پیشتر میگفتیم که در حقیقت این مفتیات پور و حکومت تابع است، مستقل نیست. بحث مناظره ها میشه، لیکن جای دیگر بحث مناظره هم نیست. از بس که حکومت قرار قبول کرده است که به آنها معاش دهند، این معنای آن را دارد که پور را به اختیار دولت است. برای چی از ما نمیپرسند؟ چون که بودجه حکومت تاجیکستان از حساب اندازه‌پوری اونهایی که انداز میسپرن، من هم انداز میسپرم، هزارها انداز میسپرن. برای چی از ما نپرسیدن که ما میخوایم که از حساب ما مفتیات مثلا امام خطیبا معاش بگیرن؟ من تیار هستم که از حساب انداز من در مثلا مکتب ها را بنیاد کنن، بیمارخانه ها را، داروها را ببرن، به پول بدهن، صغیره خانه ها تشکیل کنن و غیره و غیره. ولی برگردیم به جلسه 108 کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد. جلسه به پایان رسید. شما چی نتیجه گیری کردید از همین جلسه؟ بفرمایید شما خانم بابا نظروا. گپ در سر آن است که البته اون توصیه هایی که این کمیته میدهد این توصیه است، اما گپ در سر آن است که تاجیکستان همون پیمانی بین المللی عاید به حقوق شهروندی و سیاسی را امضا کرده است و او باید حتما عهده‌داری‌های خود را اجرا کند و این معنای آن را ندارد که این جلسه تمام می شود با این، یعنی که همه به خانه‌های خود می روند دیگر پروبلم نمی شود. نه، اینها توصیه ها می دهند و مهلت معین را می گذارند که مثلا وقتی که من در اونجا بودم در مسئله مهاجرت مهنتی، اونها به حکومت تاجیکستان یا مهلت معین کردن و گفتن که به طور خطی گزارش را تیار کنن، عاید هر یک این مسئله باید گزارش بدهند. و اینکه این در سطح بین المللی این خیلی یک چیز جدی است من فکر میکنم و اون کمیته تا آخر به این چیز پیگیری میکند و حتما این باید نتیجه خود را بدهد. چون که بعضی چیزهایی هست که نه همه وقت اونها میگویند، اما به هر حال اینجا تنقیدهای سخت هم شدنش ممکن در موردی بعضی مسائلی که به تاجیکستان تعلق دارد این مسئله ها برداشته می شود. من فکر میکنم که خوب میشد که همون توصیه ها تستر شود و حکومت تاجیکستان این توصیه ها را تحلیل کند و ما تیار هستیم که کمک کنیم برای همون اجرایش این توصیه ها. جامعه شهروندی ما تیار هستیم. شما در این باره چی میگویید محترم شاکر جان حکیموف؟ تاجیکستان نیاز به جلب سرمایه خارجی دارد و دوم میخواهد که افکار بین المللی را در مورد دولت و دولتداری تغییر دهد و با در نظر داشته سازمان ملل متحد و مؤسسه های مخصوص گردانده شده آن به خصوص رسالت و تعیینات اجتماعیشان، اینشون اهمیت و تاثیرشان در ترتیبات جهانی و با تشکل افکار جمعیتی بین المللی موافق مقصد می بود که رهبریت سیاسی اراده سیاسیش را نشان میداد، واکنش نشان میداد و پیگرانه کوشش میکرد تا که اونها هر چه زودتر اصلاح شوند. و در نهایت صحبت امروزه من میخواستم از آخر سخن رئیس کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نایجل رادلی خاطر رسان کنم که او گفت در تاجیکستان قانونهای خیلی خوب زیادند ولی متاسفانه بعضا اجرای آنها انتخابی است و بعضا اجرای آنها نظارت نمی شود و یا اجرا نمی شوند و در این رابطه می توان گفت که زیر فشار سازمان بین المللی و یا یگان در مقابل کدام یک امتیاز، البته هر کس می تواند هر گونه قانونهای خوب را قبول کند ولی تا زمانی که اجرای این قانونها در مغز سر حکومت، مغز سر هر یک شهروند جا نگیرد و جامعه هم طلب این قانون، اجرای این قانونها را
در میان نگذارد، این قانون ها فقط در کاغذ میمانند. تشکر از شما برای شرکت در این گفتار و خداحافظ.